من داخل مایکرافت میخوام برم لوگو مایکت رو بسازم. قبل از اینکه بریم بسازیمش یادتون نره ویدیومون رو لایک کنین، چنلمون هم سابسکرایب کنین. بدون هیچ معطلی بریم بسازیمش. اینم شد نتیجهش. اگر خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین و هرچی که خواستین رو به من بگین که براتون بسازم.